شیرین نخودچی خوشمزه برای نوروز با بهترین خمیر و آسان‌ترین خمیر درست کنید در عرض نیم ساعت. پس با من همراه باشید تا آموزشش رو ببینید. مواد لازم: گلاب، هل، زعفران، پودر قند، آرد نخودچی مرغوب، روغن جامد، پودر پسته، وانیل. من معمولا وقتی که روغن جامد میخوام استفاده کنم یه دونه 1 کیلویی از اینا میگیرم، برمیدارم رو حرارت خیلی کم روی گاز میذارم، فقط به اندازه‌ای که آب بشه، حتی گرمم داخلش نشه، آب بشه. بعدم دوباره درشو میذارم تو یخچال بمونه سفت بشه. مثل همین حالت این میشه و استفاده میکنم. تو تمام شیرینی‌های خشک من از همین روغن استفاده میکنم. من روغن رو توی کاسه ریختم، الان پودر قندم توش الک میکنم. حتما الک کنید، این الک کردن پودر قند خیلی مهمه. به یه مقدار اینجوری به این صورت گلوله که هستش، به این صورت ما لهش میکنیم گلوله رو. یه بار دیگه هم الک میکنیم، ولی دیگه این گلوله های خیلی درشت رو دیگه احتیاج نیستش. خب من کمی پودر قند رو با روغن رو هم میزنم که وقتی که همزن رو استفاده میکنم این پودرهای قند پاشیده نشه به اطراف. خب حالا شروع میکنیم. وقتی که کمی پودر قند رو با روغن رو هم زدیم شروع میکنیم به زدن روغن و پودر قند. خب آرد نخودچی رو 3 بار الک میکنیم. کیفیت آرد نخودچی خیلی مهمه. حتما آرد نخودچی مرغوب بگیرید برای شیرینی نخودچی که حتی میتونید بدون زعفران استفاده کنید. خب آرد نخودچی الک شده رو برای بار سوم داخل همین موادم الک میکنم. بعدا آردم هیچ وقت الک زودتر نکنید، بذارید کنار، بگید آردمون الک شده. همون لحظه که میخواید استفاده کنید هر 3 بارش رو الک کنید. من کم کم آرد نخودچی رو میریزم، آروم دورانی شروع به هم زدن میکنم. خب بعضی از آردهای شیرینی ما باید بیشتر بریزیم چون جذبش بیشتره، بعضیا ولی نه، آرد کمتری مصرف میشه. به این مسئله هم دقت. خب من کمی گلابم میریزم. گلاب نصف قاشق چای خوری، خیلی کم چون مواد اون سریع شل میکنه. هل ولی مقدارشو بیشتر میریزیم چون خوشمزه میکنه. هل سبزی که آسیاب کردم. من هلم با پوست و خود دونه‌های هل با هم آسیاب میکنم همیشه. خب ببینید مواد من جمع شده. اگه تو مقدارهای زیاد میخواید درست کنید شیرینی نخودچی، حتما باید از چرخ گوشت استفاده کنید. معمولا این مواد رو باید ما یه 24 ساعت بذاریم روش، یه پوشش بذاریم یه نایلونی، همین داخل بیرون محیط آشپزخونه یا داخل یخچال که بهتر پوک بشه. ولی من یه نیم ساعت استراحتش میدم، شیرینی رو همین الان درست میکنم. شما میتونید همین کار انجام بدید. خب این خمیر شیرینی نخودچی ما آماده شده، یعنی راحت ترین دستور و بهترین دستور رو من برای شما گفتم. ببینید چقدر خمیر لطیف. اصلا استراحتم 1 رو بیشتر نکرده، در صورتی که شیرینی نخودچی ها تقریبا باید 24 ساعت استراحت کنه. البته اینم میتونید بذارید استراحت کنید، ولی الان هم آماده است. یعنی واقعا یه خمیر لطیف و خوب هستش. الان من این خمیر رو یه نایلون پهن میکنم براتون، یه نایلون هم روش میذارم، تقریبا قطرش هم به اندازه خود قالبای نخودچی باید باشه. خب اینو به صورت مستطیل پهن میکنم. ببینید اصلا خمیر ما رو ببینید چه خمیری شده. واقعا خمیر خوب، راحت. دفعه اول میتونید بهترین شیرینی نخودچی رو برای ایام نوروزتون آماده کنید با خیال راحت.
خب من اینو باز میکنم. به اندازه زیاد نازکم نباید بکنیم، زیادم ضخیم نباید باشه، به این صورت. خب من اینا رو الان به آرد نخودچی چیز میزنم. قالبای 5 پر و 4 پر است. البته قالبای دیگه هم اومده، من از همین دوتا استفاده میکنم. به آرد نخودچی میزنم، بعد داخل خمیرم به این صورت. من اینا رو همه رو تو سینی فر آماده میکنم، میچینم هم توی تابه هم توی فر بهتون نشون میدم. وقتی هم دیدید در نیامد با یه دونه قاشق. خب من دوباره این خمیرایی که اضافه اومده جمع میکنم، دوباره به همین صورت گلوله میکنم، دوباره روی کیسه فریزر پهن میکنم. خب سینی فرمام اصلا احتیاج به چرب کردن نداره، همه رو به همین صورت با کمی فاصله میچینیم. البته زیاد بزرگ نمیشه این شیرینی‌ها، با فاصله میچینیم. بعد داخل فری که 150 هستش به مدت 15 دقیقه قرار میدیم. خب اگه ما قالب نداشتیم میتونیم به این صورت توپی گرد گرد در بیاریم. همه رو خمیرش بسیار لطیفه. به این صورت همه رو که آماده کردیم با سر ماسوره یا هر چی داشتید میتونید به این صورت مدل بدید. داخل فر میذاریم 150 درجه به مدت 10 دقیقه تا 1 رو. وسط کارم یک دور سینی رو میچرخونیم. تو شیرینی‌های خشک اشکال نداره وسطش باز کنیم. داخل تابه رو دم کنی گذاشتم روی شیشش، گذاشتم گرم شد. از 1 رو قبل یه دونه توری هم زیرش گذاشتم. این شیرینی نخودچی ها رو من که این مدلی هستش همه رو داخل تابه میذارم، درش رو میذارم به مدت 10 دقیقه تا 1 رو. زیرش دیدیم طلایی شد آماده است، خاموش میکنم. شیرینی نخودچی ما مناسب عید نوروز با آسون ترین دستور خمیر آماده شدهش. ممنون از اینکه ویدیوهای منو میبینید. اگه دوست داری ویدیوهای منو لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله هم فشار بدید که ویدیوهای بعدی به شما نشون داده بشه. و مرسی از اینکه از من حمایت میکنید. ممنونم.